بیاین با هم یه نون پروتئینی ساده و خوشمزه درست کنیم. 2 تا پیمون آرد رو توی یه کاسه بریزین. حالا 500 گرم ماست یونانی رو به آرد اضافه کنید. قطعاً که میخوایم نونمون پف کنه، پس 2 تا قاشق چای خوری بیکینگ پود بهش اضافه میکنیم. نون که بدون نمک مزه نداره، 1/4 قاشق چای خوری نمک اضافه میکنیم. شروع میکنیم مواد رو با هم خوب ترکیب میکنیم. روی ظرف رو میپوشونیم و اجازه میدیم نیم ساعت استراحت کنه. بعد از نیم ساعت آمادهشون میکنیم که برن توی فرن. حتما قبل از اینکه بخوایم بهش فرم بدین دستتون رو با آب کمی خیس کنید. آره میدونم خیلی چسبناکه، ولی اصلا نگران نباشین، مدلش همینه. توی این مرحله اگر دوست داشتین میتونین از رومال تخم مرغ هم استفاده بکنین. میذاریمشون توی فری که از قبل با دمای 180 درجه گرم کردیم. بعد از حدود 25 تا 30 دقیقه یه نون با همچین بافتی داریم که بهتون قول میدم از طعمش لذت میبرین. نوش جان. خیلی ممنونم که همراه من بودین. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها به من بگین و کانال رو سابسکرایب کنین.